سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. فرشید سهراب هستم، نوازنده و مدرس ساز سنتور. توی این ویدیو قصد داریم قطعه شماره 70 از کتاب شیوه سنتور نوازی استاد پشنگ کامکار به اسم ترانه مازندرانی رو با هم دیگه کار کنیم و نوازندگیش رو یاد بگیریم. قبل از هر چیز ممنون میشم که کانال یوتیوب من رو سابسکرایب کنید، این پست رو لایک کنید، سوالات و نظراتتون رو کامنت کنید و این پست رو با دوستاتون به اشتراک بذارید. این تنها راهیه شما میتونید من رو حمایت کنید و به من انرژی و انگیزه بدید که بتونم این مسیر رو ادامه بدم. ممنون که تا آخر ویدیو با من هستید. بریم که یه ویدیو خوب داشته باشیم. خب این قطعه شماره 70 6/8 و تمام نکته‌هایی که توش هست رو توی درس‌های قبلی یاد گرفتیم. قطعه خیلی زیباییه، با هم دیگه کار می‌کنیم، تیکه به تیکه میریم جلو. اگر نکته‌ای داشته باشه در طول قطعه با هم دیگه کار می‌کنیم. شروع می‌کنیم از اول. نوتامون هست دو میزان اول، نوتامون هست سی دو ره سی دو ره سی دو ره فا ره. این دوتا میزان یک عبارت یا نیم جمله هست. به راست چپش توجه میکنیم که دوتا راسته یه دونه چپ. سی دو ره سی دو ره سی دو ره فا ره. شمارشش 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. دو میزان بعد خب شروعش که یه نوت میاد پایین‌تر، آخرش عوض میشه. دو میزان آخر خط اول نوتامون هست لا سی دو لا سی دو لا سی دو سی سل سل پشت خرک. میزنیمش لا سی دو لا سی دو لا سی دو سی سل سل. شمارشش 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. این دوتا میزان با هم دیگه یک جمله رو کامل میکنه که آخر خط یه دولا خط تکرار داریم، یعنی این خط باید دوباره اجرا بشه. من 2 بار پشت سر هم براتون اجراش میکنم. این جمله کامل شد. میریم سراغ خط دوم که در واقع ملودی ما از ضرب 5 6 شروع میشه. از 5 6 خط دوم، میزان اول خط دوم 1 2 3 4. 4 تا نوت رو سیمای زرد داریم که هست سولا فا سل. این در واقع اینو آورده برای اینکه این فضا رو پر بکنه و از 5 6 ملودی ما شروع میشه که هست دو ره 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 می ره دو ره دو ره دو سی ره ره تا یک میزان چهارم این جمله ادامه پیدا میکنه. همین ملودی که براتون خوندم، یعنی ملودی ما هست از 5 6 میزان اول دو ره 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 می ره دو ره دو ره دو سی ره ره. اینو براتون میزنم. پس نوتمون شد دو ره 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 می ره دو ره دو ره دو سی ره ره. این یه جمله کامل میشه. حالا قبل از شروع این ملودی 1 2 3 4 رو سیمای زرد میزنیم سولا فا سل و بعد توی میزان چهارم هم بعد از اون ره که رو ضرب 1 میفته باز دوباره همون لا فا سل رو داریم. پس یه بار من از اول خط دوم تا میزان چهارم ضرب شماره 4 براتون اجرا میکنم. نوتمون میشه سولا فا سل دو ره ره می ره دو ره دو ره دو سی ره ره. این ره ببینید من این ره رو خوندم برای اینکه ملودی ما رو ره هست و اون سولا فا سله برای پر کردن این فضای بین این پایان این جمله تا شروع جمله بعد میاد. و یه سرمضراب هم تو خط سوم داریم که دو تا نوت اولش یه نوت پایین‌تر، یعنی دو دو رو به ره وصل میکنه. و این جفتی که اول خط چهارم داریم دقت کنید که دست چپش باید قوی تر از دست راست بخوره، چون ملودی اینه، ملودی ره هست، اون سوله هارمونیش هست. پس اینو قوی تر میزنید، دست چپ رو قوی تر میزنید. یه بار دیگه براتون اجرا میکنم این قسمت رو. و بعد دوباره از 5 6 میزان چهارم خط دوم همین ملودی دوباره تکرار میشه دو ره 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 می ره دو ره دو ره دو سی ره ره که بعد جوابش رو سیمای زرد هست سولا فا سل. همون تکرار میشه. پس دو بار بعد این ملودی رو بزنیم. میریم سراغ خط سوم، میزان دوم که باز دوباره از 5 6 ملودی بعدی شروع میشه که یه نوت پایین تره. سی دو 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 می ره دو دو فا که این دو فای باز زینتشه. لا سی دو لا سل دو دو.
پس براتون اجرا میکنم از خط سوم میزان دوم ضرب 5 6. سی دو 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 می ره دو، لا سی دو لا سل دو دو. این دوباره جمله کامل میشه و اون سل لا فا سل آخرش دوباره جواب این ملودیه. پس شد و جمله بعد از اون فاسیه که آخر خط سوم داریم. فا سی 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 لا دو سی لا لا سل سی لا سل سل. تا کجا؟ تا ضرب 1 2 خط چهارم میزان سوم، اون سل سیاهی که داریم. پس یه بار از آخر خط سوم میزنیم. فا سی 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 لا دو سی لا لا سل سی لا سل سل. این سل جمله رو کامل میکنه. از 5 6 هم شروع میشه. 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2. ادامهش ر دو سی ر دو ر دو سی ر دو تا اون دویی که اول خط پنجم داریم. جمله ما میگه ر دو سی ر دو ر دو سی ر دو. شمارشش هم که هست 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4. آخرش دوباره این جفت سل با دو این جمله رو کامل میکنه که دوش باید قوی تر باشه و بعد لا فاصلی که اون بر میزنیم که باز دوباره جواب این ملودیه. و آخرین ملودی ما کل اون قسمت خط آخره. فا سی 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 لا دو سی دو فا لا لا سل سی دو سی دو لا سل. پس میشه فا سی 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 لا دو سی دو فا لا لا سل سی دو سی دو لا سل. شمارشش 5 6 1 2 3 4 5 6 و 1 2 3 4 و 5 6 1 2 3 4 5 6. حالا یه دور من کامل از اول تا آخر براتون اجراش میکنم که بشنوید ملودی این قطعه چیه و شما باید چی در بیارید از این جملات. خب اگر که بخوایم این قطعه رو با مترونوم بزنیم، مترونوم رو تنظیم میکنیم روی 2 ضربی و خب کتاب گفته بین سرعت 80 تا 100. من با سرعت 80 براتون اجرا میکنم و شما هم سعی کنید این قطعه رو با مترونوم هم تمرین بکنید. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. امیدوارم که این قطعه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. ممنون میشم که کانال یوتیوب من رو سابسکرایب کنید، این پست رو لایک کنید، سوالات و نظراتتون رو کامنت کنید و این پست رو با دوستاتون به اشتراک بذارید. ممنون از شما.